رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده در مصاحبه به خبرگزاری دولتی خاور گفت به دلیل خطر پنجشنبه کرونا ویروس برای هیچ فرد تاجیکستان امسال رفتن حج فرض نیست. امسال نیز شایگری عربستان سعودی برای رفتن حج منع کرده است و قبول نمی کند. در واقع برای هیچ فرد تاجیکستان امسال رفتن حج فرض نیست، به خاطر که در این سفر مانعه و خطر جدی وجود دارد. گپ درباره خروج کووید 19 می رود که هنوز خوف آن از بین نرفته است. مردم تاجیکستان باید خاطرجمع باشند و از اینجا دعا کنند تا که خداوند زودتر این بلا و وبا و خطر را برطرف کند و فرض یا حرم دوباره برای مسلمانان گشاده شود، اظهار داشت مفتی. رئیس شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان مصلحت داد که آنهایی که نیت حج نموده سفر خرچشان را جمع نمودند خوب می شود اگر آن مبلغ را برای آبادانی منزل زیست خیش و اطراف صرف نموده به عائله های کمبزات و نیازمند اینچنین به شخصان معیوب و یتیم دست کمک دراز کنند. یادآور می شویم که عربستان سعودی روز 12 ایون اعلان داشت که امسال تنها به 60,000 ساکن سنشان از 18 تا 65 که گرفتار بیماری‌های سرایتی نیستند و از کرونا ویروس ایم شدند برای ادای مراسم حج اجازت می‌دهد. در مراسم حج سال گذشته تنها 10,000 نفر شرکت نمودند که 70% آنها را خارجیان و 30% سعودی ها بودند. برای مقایسه سال 2019 در مراسم حج 2.5 میلیون نفر اشتراک کرده بود. سعودی ماه اکتبر سال 2020 بعد 7 ماه بار اول مسجد حرم را برای ادای نماز باز کرد و حج عمره را قسما اجازت داد. در عربستان سعودی تا امروز تقریبا 460,000 مورد سرایت به کرونا ویروس و بیش از 7,500 حالت مرگ از این ویروس ثبت شده است.